واقعا دولش 5 سانته؟ آره میتونی یه فکری براش بکنی؟ آره عزیزم، هسته خورما بده دست بیل تحویل بگیر. لازم نکرده، فیونا خیلی هم راضیه. آره خودم دارم میبینم. بازم ریدی تو همه چی. چیکار کنم؟ کیرامو بدم دست یارو که چیکارش کنه؟ میدونی مردم راجع به چی میگن؟ چی میگن؟ میگن کیر هره زرشکیه، سرخ و دراز و مشکیه، شرک با دول فندوبش. خب بعدش کیر میذارن تو صندوقش. چرا یه معجون سراغ دارم میگن دم و دستگاه تو تیز میکنه. با استفاده از این معجون جرثقیل شما بلند شده و محال است که راستتان را چپ کرد. همینطور با اولین استفاده بسته تلمبه نامحدود برای شما فعال می این شود. شرک بخوریش دیگه راه برگشتی نیستن. همه این سوراخ‌ها برات صابون دخول میشن. تو که خودت یه دستبیل روغنی ازت آویزون دیگه اینو میخوای چیکار؟ خب چه حسی داری؟ هیچی، فکر کنم اپولسه کردن تو پلکمون، منو که نگرفته. شاید دو کسخلا تاثیر نمیذاره. جون صداش که خوبه، قیمتش چنده؟ فکر کنم مجون افزایش سایز خروجی هوا بود.